سلام به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز با یه ویدیویی هستین اختصاصی بازی استقلال و شمس‌آذر قزوین که استقلال تونست 3-2 بازی رو ببره و صدر جدول حفظ کنه. من گل دوم که پنالتی میراد محمدی بود به گل سوم گل محمد و تیرک ابوالفضل جلالی تونستم فیلم بگیرم. گفتم با شما در اشتراک بذارم و باهاتون شیر کنم. اینجام دیوید بکام میبینین. دوستان گفتن اینو جهانی کنم من قربونش بشم. اینو خالم برام کادو خریده بود، من ابتدایی بودم اون موقع برام خریدش. اینو فکر نمی‌کنم همچین جایی به درد بخوره ولی به درد خورد. خب من با خواهرم امروز رفتیم ورزشگاه. خواهر گلم، آقا خواهر گلم خوب هستی؟ تو رو خدا امروز شروع نکن بابا، من خیلی خستم. به خاطر شما امروز من 19 دقیقه دیر رسیدم. تو فقط منو ول کن. ول کن، من خیلی استرس. خیلی خوش شانس بودم گل اول دقیقه 20. همه چی خواهر جانم، پدر خواهر گلم، خواهر عزیز از جونم، درد و بلات به جونم. میخوای برات آهنگ بخونم؟ من گفتم بس کن بی تربیت، خستم. خب دقیقه 19 رسیدم، بعد تا نشستم ابوالفضل جلالی کشید زیرش، به ادامه استوب کرد و قلپا زد تو گل. بعد حلقه‌شو بوسید، جایگاه بانوان نشون داد، فکر کنم خانومش اونجا بود. بعد اینو اطلاعات خواهرم داد. این اول تموم شد. یه صحنه بس‌برانگیزم داشت که من هنوز صحنه داوری ندیدم. صحنه‌ش هم این بودش که اول بیرون محوطه خطا گرفت، بعد رفت با کمک داوری صحبت کرد، خطا رو کلاً لغو کرد. نیمه دوم شروع شد، دقیقه 51 بود فکر کنم، میراد محمدی یه پنالتی گرفت. مهاجمین شمس‌آذر و برتری داره استقلال در خط دفاعی، میره تک پنالتی زن اولشون مصدوم این مسابقات هست. خودش هم گل کرد. اجازه هم راجع به مهرداد محمدی بگم، لیدر جایگاه 26 فکر کنم 26 پرسپولیس بود، ولی این فصل اومد استقلال. خوبم داره گل میزنه و خودش شد 2-0. دقیقه 58 هم فکر کنم ابوالفضل جلالی تیرک زد که ویدیوشو گرفتم من، مثلا اتفاقی میتونید ببینید تیرک ابوالفضل جلالی. و یه کورنر هم برای استقلال گرفته شد که ابوالفضل جلالی سانت کرد و حسین مرادمند خجالت بکش حسین مرادمند گل زدش. بازی شد 3-0 و هوادارا داشتن بیخیالش میرفتن که یهو فراز امامعلی وارد عمل شد. فراز امامعلی گل زد، بازی شد 3-1. بعد خب همین بیخیال بودن، ما خودمون ورزشگاه بودیم بیخیال بودیم. بازی شد 3-1. تو بیخیال نبودی 3-1 شد. از همون 3-1 دیگه از همون 3-1 یاد این موضوع افتاد. دقیقا من همینجوری بودم. گل دومی که زد من تراماتایز شدم. قشنگ یاد 3-2 پرسپولیس استقلال. گفتم الان 3-3 میشه بازی. فراز امامعلی گل زد 6 نشون داد. فراز امامعلی خب 20ش نمی‌کنیم. فراز امامعلی گل زد 3-1 شد بازی. بعد از اون مجتبی فخریان زد گلو، بازی شد 3-2. هوادارهای شمس‌آذر اینجا خیلی خوشحال بودن و خیلی طوری شده بودش که اون قسمت صداشون غالب شده به هوادار استقلال که یهو همه به خودشون اومدن تشویق کردن اینا و بازی در نهایت 3-2 تموم شد. استقلال صدر جدول پس گرفت. یه چیزایی هم بگم نکات این بازی، جواد نکونام محروم بود، روی سکو بود و هاشمی نسب داشت کوچ میکرد. کوین یامگا اومده بود ورزشگاه، جشن شادی تیم بودش. کوین یامگا هم امید حامدی‌فر تو تمرینات یه ضربه زد به چشم یامگا و بیناییشو فعلا از دست داده و ولی میگن که با عمل اینا خوب میشه. خیلی خوشحال شدم که تونستم باهاتون اینو شیر کنم
تجربه خیلی جالب بود، خیلی خوش گذشت و ببینیم این فصل قهرمانش کیه. داشتم که میگه پرسپولیس قهرمان میشه، من بعید میدونم، نظرم استقلال قهرمان. خب خیلی ممنون که من نگاه کردین. آرزوی سلامتی برای همه شما. بدرود.